ببین، یه حقیقت خیلی ساده وجود داره. تو تنبل نیستی. تو فقط داری با یه سری باور اشتباه زندگی میکنی که مغزت سالهاست بهت غالب کرده. امروز میخوایم همین دروغا رو یکی یکی بزنیم کنار با مثالای واقعی که هممون درگیرشیم. دروغ اول: تا انگیزه نداشته باشم شروع نمیکنم. حقیقت اینه که انگیزه بعد از شروع میاد، نه قبلش. مثلا میخوای ورزش کنی، از صبح داری میگی حوصله ندارم، انگیزه ندارم، شروع کنم؟ نه، بعدن. ولی همون روزایی که فقط 2 دقیقه گرم میکنی، آخرش میبینی 20 دقیقه تمرین کردی و حالت هم خوب شده. چرا؟ چون دوپامین بعد از حرکت میاد، نه قبلش. دروغ دوم: باید یه برنامه عالی داشته باشم. حقیقت اینه که این خودش یه نوع فرار از شروعه. میخوای درس بخونی ولی گیر میدی که اول باید دفتر جدید بخرم، از فردا صبح زود شروع کنم، یه برنامه رنگی هم بکشم. آخرش چی؟ نه دفتر میخری نه میخونی. ولی وقتی یه برگه چکنویس برمیداری یا هر چی هست مینویسی، کارت میفته رو غلطک. دروغ سوم: من زیر فشار بهتر کار میکنم. حقیقت اینه که زیر فشار فقط کار اجباری انجام میدی، نه کار عالی. کل ترم درس نمیخونی، شب امتحان میشینی مثل قهرمان جزوه جمع میکنی. قبول میشی، درست، اما روز بعد حتی یادت نمیاد چی خوندی. این یعنی تمرکز داشتی ولی حافظه و خلاقیتت نابود شده بوده. دروغ چهارم: وقت ندارم. مشکلت کمبود زمان نیست، از دزدیده شدن توجهته. میشینی کار کنی، گوشی یه نوتیف میده، میگی بذار یه لحظه ببینم. بعد میبینی 1 ساعت تو اینستاگرام بودی ولی خودت فکر میکنی فقط 2 دقیقه گذشته. آخر روزم میگی چیزی نرسیدم انجام بدم چون وقت نداشتم، در حالی که مشکل وقت نبود، مشکل اسکرول بود. دروغ پنجم: اگه کامل نباشه شکست خوردم. کمالگرایی قاتل شروعه. میخوای یه پیج اینستاگرام بزنی، ساعتها فکر میکنی لوگوم چی باشه، رنگ برندم چی باشه، اسم صفحم چی، آخرش نه پست میذاری نه صفحه میزنی. ولی یه نفر دیگه با یه عکس معمولی شروع میکنه و میره جلو. چرا؟ چون دنبال کامل بودن نبوده. دروغ ششم: بقیه ذاتاً آدم‌های منظمین. هیچ کس از بچگی منظم نبوده، فقط عادت ساختن. همه فکر میکنن اون رفیق ورزشکارشون ذاتاً آدم منظمی بوده، ولی نمیدونن اون آدم از روزی که فقط 5 تا شنا میزد شروع کرده، نه 100 تا. همون 5 تا ولی هر روز کم کم تبدیل شده به هویت. من آدم ورزشکارم. دروغ هفتم: باید آماده باشم تا شروع کنم. هیچ کس هیچ وقت آماده نمیشه. میخوای یه پروژه کسب و کار یا حتی مهاجرت رو شروع کنی، میگی الان زمانش نی، بذار شرایط بهتر بشه، بذار تجربه‌ام بیشتر بشه. 6 ماه بعد همه چی همونه، فقط تو 6 ماه عقب‌تری. هر کاری که واقعاً زندگی تو تغییر داد، اولش با ترس و ندونستن شروع شد. این 7 دروغ مثل ترمز دستی رو زندگیمون عمل میکنن، اما وقتی بشناسیمشون قدرتشون رو ازشون میگیریم. از امروز نسخه ای از خودتو بساز که به خودش قول میده و زیر قولش نمیزنه.